جشنی موسیمی ملی قدیمه مردم فارسی زبان و تاجیک هست که قبل از اسلام این جشن را همچون احیای زنده شوی موجودات و گرم شوی فصل جشن می گرفتند و همزمان برابر شوی شب و روز. پس مادامی که چنین هست و این به عبادت‌های یگان خللی وارد نمی‌کند و به عقیده اسلامی هیچ گونه ضدیتی ندارد، پس به همین خاطر این را اکثریت اهل علم و خود در گذشته خود در زمان معاصر این را قبول کردن و همچون یک جشنی ملی فرهنگی قدیمه قبول کردن. عمل کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از زیارت گرفته تا مسجد. امروز بغیر از دشمنی سنت رسول الله بدبختای ملحدین دور از شرافت مجلس و مردمای متدین، کسایی که دین یاد نداره میره در گرد میز گرد میشینه که حتی کلمه طیبه را تشریح کرده نمیتونه. روا بودن و ناروا بودن نوروز فتوا میده. در کدام مدرسه خواندی؟ کدام کتابه تو ترجمه و تفسیر کردی؟ فقط چند روز برفتنی پانزه شرعیات سنبولیک شهادت نامه گرفتی؟ این دین است. دین برای خود فهم کار داره، دین برای خود مطالعه کار داره. هر کس با مسندی فتواوی و میزی فتوا ششته نمیتونه که هر آدمی لوبالی بخیزه مسائل دین ربط بده به عنعنات. تو اسلام دشک است که تو پشت عنعنه میگردی. در جمعه گذشته گفتم که 3 نفر مبگوزترین اشخاص به نزد الله است و مبتغین فی الاسلام امر الجاهلیه. امور جاهلیت در اسلام طلب داری، مردم باز به او دعوت میدی. کدام مسلمان؟ تو مفتی جور میشی، ژورنالیست و خبرنگار امروز مفتی است. عجیب نیسته؟ کدام عالمی برجسته؟ ما خو مفتی را در افغانستان هم کسایی که واقعا فتوا بده وجود نداره. ما ببینم یک نفره که هر مسئلهش زمان فتوا میده آیت و حدیث تیر کنه دلیل و سند اینا فتوا میگه. بله فتوا است یا جوز لا یجوز. کتاب فقه را کشیده آدمی که 4 روز فقط خط فارسی را یاد داره از او فتوا داده میتونه. در جمعه پیشینگه براتون نگفتم که فتوا چقدر باریکات داره؟ نوروز حرام است. گفتم نه، غلط میگی، خطا میکنی. نوروز حرام نیست، تجلیل و بزرگداشت نوروز حرام است، تعظیم نوروز حرام است که روز تو ارزش میدی، اهمیت میدی. چرا؟ روز خوشی زردشتی است، مجوسی است. ما مسلمان به عیدای خود افتخار داریم، به روزهای خود افتخار داریم. ما نیاز محتاج به روزهای و کسایی که آتش پرستش میکنه به روزهای خوشحالی از ما نیاز نداریم. پیغمبر علیه السلام میگه آخرت در یادتان میاره. امروز این زیارت ها به می مقصد میشه. این دخترای فاحشه که لچ و لغندر حالی در گرد مقبره ها میگرده، این الله را میشناسه؟ این رسول الله را میشناسه که به زیارت میره؟ این فقط یادتان باشه اینجا زیارت مقصد نیست. تخصیص روز کی کرده؟ چهارشنبه را کی خاص کرده؟ روز نوروز برای زیارت کی خاص کرده؟ هرگاه یک عبادت در دین روا باشه، لیکن وقتی تو خاص میکنی ناروا میشه. نفل خواندن رواست، ولی وقتی که شب جمعه را خاص میکنی رسول الله میگه نارواست. روزه گرفتن رواست، ولی وقتی که خاص میکنی به روز جمعه ناروا میشه. تو دین میفهمی یا نمیفهمی؟ تشریع از خود نمیتونی. یک عبادت که مطلق است مقید نمیتونی که در فلان وقت. خیرات رواست، لیکن تو بدبخت میخیزی ایره در سری قبر، ایره در حلوای شام، ایره در 3 و 4، ایره در جمعگی، ایره در چلی، ایره در سال پیرگی خاص کردی. تو شارع هستی؟ تو قانون گذار هستی؟ یعنی که تابع دین هستی. امروز مردم دین نمیفهمن، فکر میکنه ما کاری خوب میکنیم. 4 دانه جاهل دیگه
که از حدیث رسول الله بوی نمیبره، نشسته است، مردم برش خوش است، وهابیا پیدا شده، خیرات من نمیکنه، زیارت من نمیکنه. شما بگوی مردم کسی که خیرات مطلق من بکنه کافر است یا مسلمان؟ کافر است. دعا را مطلق من کنه کافر است یا مسلمان؟ کافر است. زیارت مطلق من کنه کافر است یا مسلمان؟ لیکن این جاهل بدبخت ریش کلان عبا و کبا مردم فریب داده رو است. تو لعنتی تو یک دفعه حدیث رسول الله را بخوان، کسی هم قائل است که خیرات قبول نداشته باشه؟ انکار از خیرات خو انکار از قرآن است، از حدیث پیغمبر است. تو عمیقا گپی تا درست گفته نمیتونی. بله بدعت یا من نمیکنه، چیزی که بدعت است که تو تشویق داده رو استی او را من نمیکنه. میفهمی یا نمیفهمی؟ تقیید از کجا آمده بود؟ که روا عبادت روا باشه که خاص میکنی، تو خدا نعوذ بالله شریک کردی، با شارع خدا شریک میکنی. الله خوی روا کرده، خو این عبادت ما خاص میسازم در فلان وقت. خو یک روا کننده توستی خیر. چرا امروز روزای چهارشنبه و نوروز چرا خاص شده؟ پیغمبر گفت تو ذکرکم الاخره، زیارت آخرت در یادتان میاره. راستیتان بگوی سفر ما برای عزیزت که آخرت دادی ما بیا. چقدر نمازا این دخترایی که میره دور از دخترای متدین که واقعا در کالای خواری و در کارای حجاب سطر اسلامی میره و واقعا روز خاص نمیکنه، سفر نمیکنه، در اختلاط جایی که اختلاط است اونجا نمیره. امروز قبرای ما چی گپ است؟ ملنگ نشسته است دور از مسجد و شرافت شما، آلی تناسلیش لوچ است، عورتش شرمگاهش لوچ است. زن برش میره برش میگه دعا میکنه لعنتی الله سر تو زن و مرد که همچون شخصی خبیثی خائن و شیطانه، میری از این دعا طلب میکنی. او تعالی را فرض الله را ترک کرده، فرضی که حیوان پت میکنه. حیوان عورت و شرمگاهش لوچ نیست، نمیکنه. و این انسان بله تابعدار امون لعنتیای اروپایی و غربی هستند. اما حیوان صفتا زندگی انسانی خونجا نیست. مرد دریشی داره، زن لوچ است. ندیدی تظاهرات نمیکنه، زنان لشکران لوچ نبرآمده در اروپا. باز تو مسلمان تابعداری امو خبساره، امو شیاطینه، امو حیوان صفتا را کرده رویستی، مدح ازو را کرده رویستی، دموکراسی لعنتی را دیگه هم تشویق و ترغیب کرده رویستی.